دجال که ظهور پیدا میکنه، خداوند عیسی مسیح را میفرسته دوباره به دنیا، در حالی که 2 دستش بر 2 بال فرشتگانه، از آسمان میاد پایین، کنار منارة البیضاء شرقی دمشق، این دمشقی که الان پایتخت سوریه است. چقدر مسلمان کشی داره توش میشه. سرزمین شام سرزمین محشره. دجال بزرگ آخر الزمان در شام کشته میشه به دست عیسی مسیح، در محلی به اسم باب لد در فلسطین. وقتی گفتیم شام 4 کشوره: فلسطین، اردن، سوریه و لبنان. این 4 کشور بهش میگن شام. عیسی مسیح در حالی که 2 دستش بر 2 بال فرشتگانه میاد پایین، کنار منارة البیضاء، مناره سفید در دمشق، شرقی دمشق. و وقتی میاد به دنیا اولین کاری که میکنه میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. شهاده به اسلام میده. هر پیامبری که بعد از اسلام بیاد، بعد از اسلام هیچ پیامبری نیست بعد از پیامبر رسول الله صلی الله علیه و سلم، ولی عیسی مسیح به دنیا میاد. چرا به دنیا میاد؟ به خاطر که صلیب رو خرد بکنه. چون مسیحی ها گفتن ما عیسی رو کشتیم، به دار کشیدیم. خداوند میگه اینا دروغ میگن. و ما قتلوه یقینا انی متوفیک و رافعک الیه. من تو رو قبض روح کردم و بلند کردم به آسمان. خداوند وقتی که دشمنان عیسی مسیح رفتن که عیسی مسیح رو بکشن، به قتل برسانن، خداوند اونو قبض روح کرد و شبه صورت عیسی مسیح رو انداخت تو کسی که کار دستش بود، خنجر، تو صورت یکی از اونایی که جز قاتلین بود. و وقتی مسیحی ها رسیدن دیدن که چه؟ عیسی داخل. گفت من عیسی نیستم. گفتن نه، صورتت عیسی است دیگه. و خداوند عیسی رو قبض روح کرد، پیغمبر اولوالعزم، برد به آسمان ها. پس تنها کسی که پیغمبری که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم به زمین میاد عیسی مسیحه. یک بار دیگه خداوند بهش اجازه میده بیاد روی زمین و اولین کاری که میکنه میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. شهاده به اسلام میده.